علی و بچه هات رفتن. توی بیارزن نتونستی یکی رو پیدا کنی؟ کی منو میخواد؟ وقتت خوبه ها. هر روز بیرون غذا میخوری. شما همه زن و بچه داریم، این خونه‌تون غذای خونگی میخوریم. ماشین میخواستی؟ الان میگم یکی از بچه‌ها برسه. میشه شما منو ببرید؟ من مهینم. منم فرامرزم. پس تو چراغا رو درست میکنی، منم برات یک کیک میپزم. من پیر شدم. هنوز خیلی کارا مونده که بکنی. خیلی کارا مونده. تو از من نمیترسی؟ نه، ولی از تنهایی بودن میترسم. منم از این میترسم.